آدما میدونن، حالا تو کشور دیگه هم میدونن ولی به این سرعت نمیدونن. اینجا خیلی تون میدونن، مثلا شب میخوابن صبح بلند میشن میبینن او مثلا یه تیکه کاغذی شد مثلا 10,000 تومان گرونتر شد، باید بیشتر بدون. اسم دلار رو سانسور کردی؟ میتونم بگم؟ نمیدونم اسم دلار رو میشه گفت دلار؟ نه نمیتونی بگی. نه نمیتونی. آره. یهو نمیتونی بگی. آره نه یهو نه، مثلا اسم اون یه ورق کاغذی که خیلی هم بیریخته سیاه‌سفیده. بله. ولی خب ورق کاغذهای ما خیلی خوشگله، رنگ و رنگ، سبز، آبی، قرمز. پول خودمون میتونی بگی. ولی چرا ارزونه نمیدونم، خیلی دردآوره به نظر من اگه واقعا اسکناس به این کلفتی چرا باید انقدر ارزون باشه؟ آره اینم میتونم بگم ولی من اینجوری نمیگم. ولی چرا؟ دوست ندارم. همینو گفتی آخرا. نه نگفتم. چرا حرف میزنی دهن من؟ ببین اینجاست که بهت میگن بازجویی ها. نکن. ولی واقعا من اگر جایی بودم مسئولیتی داشتم که میدیدم این اسکناس به این زیبایی انقدر داره ارزون فروخته میشه و اینا، میگم آقا چه کاریه؟ کاغذ آچار رو برمی داشتم مثلا انقدرش میکردم، مثلا یه دونه روش مهر میذارم این 100,000 تومان است. الکی دیگه اسکناس خوشگل دیگه تولید نه دیگه چه کاری؟ این همه هزینه و دستگاه و چاپ و نمیدونم کاغذ خاص و چه کاریه؟ چه برنامه فرهنگی شد این برنامه واقعا. این ما معمولا وقتی که بحثمون یه ذره از حالت نرمال و اینا خارج میشه تو کامنت ها سری میان میپرسن که چی میزنید که این چیزا رو میگید و اینا. بله. چی میزنید شما؟ من صبح سالاد خوردم، صبح که نه ظهر سالاد خوردم. نه من چی میزنی؟ یعنی چی میزنی؟ مواد و اینا. آره. اهلش هستی؟ من نه اهلش نیستم واقعا. تستم نکردی؟ تستم نکردم، دوست ندارم. میترسی یعنی؟ خیلی چیز وحشتناکیه. از کدوم مواد بیشتر میترسی؟ از همش، اصلا اسم مواد میخوره میترسم. مثلا میگن مواد پلاستیکی، ترسناک. مهمونی و اینا هیچ شما رو دعوت نکردن؟ چرا خب خیلی. نه اون مهمونی منظور مهمونیه. ببین الان داری بازجویی میکنی. ببین چرا مهمونی هم رفتم. الان میفهمم جدی اون مدل بازجویی رو دارم کم کم خودم متوجه. مهمونی هم رفتم ولی مهمونی که مثلا توش بخوام مثلا چیزای عجیب غریبی باشه نه نرفتم واقعا. چون ببین میترسم، من از مواد میترسم. خب یه جوری بگو مردم باور کنن. خب اوکی. چرا نباید باور کنن؟ تتو داری؟ تتو یه دونه دارم که بچهای گیریم زحمت میکشن برام هر روز میزنن یا پاک میکنن؟ نه میزنن بعد پاکش هم میکنن. یعنی الان این الکیه. بله. خب چرا این تتو رو برات زدن؟ خب به هر حال به نقشم مرتبط. نقشه چیه مگه؟ یه نقشی بچهای شرش خرد؟ نه یه نقشه بچه فریخته‌ایه که تتو هم داره. فرهیخته؟ بله. خیلی از این فریخته. تتو خب ربطی به اون. کی میگه مگه هر کس که تتو داره فریخته نیست؟ نه این تتو آقا من این همه فوتبال چند تا فوتبالیست نام ببرم اینا دارن.